Ajda Mohammadi. With the permission from teachers and guests, with respect, I would like to say a small speech. بسم الله الرحمن الرحیم و بنده مجد محمدی هستم، یکی از استادان و مهمانان در مکتب. I would like to speak about the girls and boys school and their future. مگر من کسیم میخوایم صحبت کنم در رابطه با ایژوکیشن یا همون تحصیلات بین بچه ها و دخترها در مکتب در آینده. I want to encourage my young fellows to always focus on school and always have a bright mindset, even when things get hard. تمام چیز میگه فوکس در همی دانش علم و که در آینده ها که مورد بحث قرار میگیره. Just because schools have shut down for many children, it doesn't mean we also stop finding ways to continue learning and continue building up to our dreams. مگه همی تحصیلات که خیلی مهم است در آینده و همچنان برای از اینکه ما و شما در روی تمرکز داشته باشیم. There is always one thing that I will never stop saying. Never give up, because there will always be hope for all of you. مگه همیشه ادامه بدین و تسلیم نشوید در رابطه با همین درس خواندن و تحصیلاتی که شما در مکتب انجام میدین. I want all of you to be successful in the future and make your parents proud and never give up on your dream. مگه اولتر از همه ما که هستیم همراه همز خانواده ها که هستن مورد تشویق قرار میدیم که آنها نباید تسلیم شوند. تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی حاضرین، بر محمد و اهل بیت پاک محمد صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت اساتید محترمی لیسه الحاج دکتر سلیمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کسب اجازه از محضر عمومی حضاران گرامی، مهمانان، شاگردان محترم و محترمه و همچنان اساتید گرامی و گرانقدر، بسیار خلاصه و فشرده میخوایم پیرامون یک موضوع صحبت کنم و بیشتر چون هوام گرمه با واقع دیگه مزاحم اوقات شم نم شم و مزاحمت بیشتر ایجاد نخواهم کرد. سخنان بنده اینه که پیرامون نظامی شعر بسیار کوتاه، ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر میخواهیم صحبت کنم و این موضوع و مطلب و تحلیل و تفسیر این جانب پیرامون او دوستا و عزیزا و خیرین هست که سالهای سال ما شاهد این هستیم که در مکاتب، در مساجد و همچنان گذشته از مکاتب و مساجد در اقوام و جامعه و تک تک افراد مستضعف و مستمند و نیازمند از ما و شما دوستا و خیرین عزیز کمک‌هایش رسیده و همیشه یار و مددگار و همکار و غمخوار از ما و شما بوده و هیچگاه و هیچ وقت ما و شما نباید این موضوع و این مطلب را انکار کنیم و فراموش کنیم. شاگردای عزیز و شاگردان محترم و محترمه لیسه الحاج دکتر سلیمان، خدمت از شما عرض دارم و همچنان صحبت متوجه شما شاگردای عزیز و گرامی و گرانقدر که شاگردای عزیز جناب کربلایی صاحب حبیب الله محمدی یکی از خیرین یکی در تک تک مکاتب شغله و اولیاتو سر زده تا این که به سهم خود و به اندازه توان و وظیفه و مسئولیت خود دانسته تا این که ما و شما را من حیث استاد، من حیث مسئول و من حیث شاگردان مکاتب شغله و اولیاتو حمایت کنه، نوازش کنه و همچنان هدایت و راهنمایی هم کنه. برق درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. شاگردان عزیز و شاگردان محترم و محترمه، اگر ما و شما درک کنیم این موضوع را که آقای محمدی در مکتب حجت ابن الحسن تحایف
و تشویق نامه بخش شاگردای عزیز میده و همچنان بخش استادا و بخش مسئولین که عبارت از مدیر و عامل و فرض مثال سرمعلمش باشه. یعنی چی؟ یعنی ای که استادای عزیز، استادای محترم و محترمه متوجه از این وظیفه مقدس باشین و شما به اندازه و سهم خود و مسئولیت خود در ترقی، آبادی و همچنان در پیشرفتی از این جامعه شغل و اولیاتو کوشش کن و تلاش کن و سهم و مسئولیت خود ادا کن. وظیفه و مسئولیت شاگردای عزیز امیدوارم که گوش کنیم. خیر اگر رفتم است معذرت بخوایم، خیر دیگه به هر صورت شاگردای عزیز گوش کنیم. تنها و تنها مسئولیت و وظیفه هیچ استاد در هیچ مکتبی از شغل اولیاتو اینیه که استاد فقط جامعه را شکوفا کنه، استاد و معلمین شاگردا را به جای برسونه، استاد و معلمین باید شاگرد را درس بده، آموزش بده و همچنان تعلیم و تربیت کنه. نه شاگردای عزیز، خود شما اگر تکان نخورین، خود شما اگر به خود نین، خود شما اگر در کنار استادا و معلمین سهم خود ادا نکنین، ناقص است. تا که از جانب شما شاگردای عزیز تلاش و کوشش نباشد، تلاش و کوشش مای غلامی من حیث یک سرمعلم مکتب حجت هیچ. ما اگر شب و روزم در فکر و ذکر و اندیشه از معین باشد که باید شاگردم رشد کنه، ترقی کنه و همچنان شاگردای دکتر سلیمان از طرف استادایش به می شکل استادا دم فکر و تلاش باشد که لیسه الحاج دکتر سلیمان باید شاگردایش رشد و ترقی کنه. توی شاگرد اگر نخواهی امکان پذیر نیست. والدین است و شاگرد اگر نخواهی امکان پذیر نیست. وقت تقاضا نمونه، وقت تمامه. تشکر و قدردانی دارم بنده و نوبت خود از میزبانی لیسه الحاج دکتر سلیمان و همچنان از همکاری ها و همدردی جناب کربلایی محمدی و عموم خیری معید و پیروز باشین و موفقیت یکایک شما عزیزان خیرین شاگردان و اساتید را از خداوند متعال خواهانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و باز هم تشکر منیم از همه مهمانان و مخصوصا جناب آقای محمدی که واقعا با پلانها و کارهایی که دارن یک نمونه موشن برای خیرین دیگه که دیگر خیرین ما و شما را فراموش نکنن و همچنان ما را تشویق منن، شاگردان را تشویق منن که بیشتر به ما وظایف خود عمل کنن.